زنان افغانستانی فرمان طالبان درباره منع کار آرایشگاه‌های زنانه را محکوم می‌کنند. آرایشگاه‌ها در کابل تا 25 ایول بسته می‌شوند. زنان درباره این قرار با خبرنگاران رادیو آزادی صحبت کردند، اما با سبب‌های امنیتی نخواستند چهره و نام نسبشان آشکار شود. آرایشگاه که جای خراب نبود که اینا بسیج میکنند، چون همه کار ما که دختر خانم‌ها بود. دیگه هر کس در خانه خود یک مشکل می داشته باشه که اینا کار وظیفه یا میگیرن. دیگه ما دمی صبح جای خوشی چرا اینا میخوان بسته کنن آرایشگاه. دیگه برادرم بیکار، پدرم بیکار، یک خودم سنانوار خانه، مام بیکار شدن، خب چی میشه؟ درباره شماره دقیق آرایشگاه‌های زنانه در کابل آمار روی دست نیست، اما باور می رود که هزارها زنان در این مرکزها کار میکنند. بیشتر کسا شاید حرفه دیگه بلد نباشن یا نتونن ادامه بدن یا کار دیگه نتونن از عهدهش برن. اگر خانه نشین شود بخواد که برو خانه بشینن، یعنی کار دیگه اگر در بازار نداشته باشن بخواد کار کنن، واقعا من خودم فکر میکنم، به شخصا خودم من بعد از این بخوایم ادامه بدم به زندگی من چی کنم؟ یعنی چه وظیفه، چه هنر، چه کاری رو من باید داشته باشم که برم امرار معاش کنم؟ هیچ. فقط میتونم خانه بشینم و منتظر یک معجزه باشیم. نماینده طالبان در یک نوار ویدیویی سبب منع کار آرایشگاه‌های زنانه را شرح داد. شریعت با هدف زیبایی دراز کردن موی یک انسان را از حساب موی انسان دیگر منع کرده است. آنها موی را برای زنان دراز می کردند. نکته دیگر این است که ابروان زنان را می چیدند که این هم آشکارا خلاف قانون شریعت است. روز 12 ایول گروهی از زنان کابل علیه فرمان طالبان عاید بسته شدن آرایشگاه‌ها اعتراض کردند. بیشتر قرارهای طالبان حقوق و آزادی زنان را محدود می‌کند. مکتب و دانشگاه‌ها نیز بر روی آنها بسته شده و در نسبت لباسپوشی زنان طلبات قطعی جاری گردیده است.